السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستانی راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می سازیم. گفتار هفتم. نوری خرد. هر روز روزی نو است. اتفاق یک بار می افتد و من با آواز بلند خود به خود گفتم ای کاش هر روز با صبح راغون می بودم. اما چون این امکانیت را ندارم، فکر کردم بهتر که همین صبح نقد را از دست ندهم و من همین طور هم کردم. صبح آهنگی دمیدن داشت. اندکی دیگر آفتاب هم طلوع خواهد کرد و سابقه‌دار مهنت سرمهندس شیرین بیکف، مرد پهلوان و بیباک دنیا دیده، خوشندامی کشاد چهره و خیلی مهنت دوست پرسیدم دوست می دارید؟ در چهره نورانی او تبسم گل کرد. جانی گپا گفتو حق به جانب شما. بله، او راغون را دوست می دارد و همیشه با آن چون انشاءات مقدس مناسبت می کند. وی برگشته دور و دراز به افق نگریست، سپس رویش را گردانده گفت ما هر سحر از همه پیش به آفتاب سلام می دهیم. واله صبح با صفا مفتون آفتاب از افق چشم نکنده علاوه کرد آفتاب راغون مهربان و زیباست و باز افزود شعله‌اش چشم خیره کننده است. یک لحظه چنان بود که گویا از عالم رؤیا بر می گردم. صبح مبارک. شیرین بیک تبسم کرد. به شما هم مبارک باشد. آره، صبح راغون ناتکرار است. لذت می بخشد قیاس نشونده، زیرا بو دارد، بوی بیداری و رویش نورانی است، چنان که نظام قاسم گفته است روشنی صبح بو دارد، بوی بیداری. پرده از رو می کشاید آفتاب، سخت نورانی است رویش روی بیداری. صوت بیداری به هر سو می برد تازان، جوی بیداری. بعد از این تا شام در هر چهره بینگر جلوه دلجوی بیداری. بله، صبح وطن در راغون برایم آب و رنگ دیگر پیدا می کند. از قدومش دنیا سبز می گردد، گلریز می شود، بلبلان به نوا می آیند. گرد و اطراف زیبا و دلربا، مثل آن که شاعر گفته است کوهسار تاجکان دارد نمودی دلکش، ابر بر سر گنج در بر، گل به دامان این سحر. به قول شادان حنیف وطن گهواره ناز ما است. تنها در وطن نور و نسیم از دل ما گذر می کند. ما را تنگ در آغوش می گیرد تا همیشه جوان بمانیم. چه خوش گفته است خواجه حافظ گرچه پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. برخیز، صبح می دمد، باد نی می کشد. بیا ای صبح، با شور و شوق با باد هم صدا می شوم. بیا ای صبح، دوستت می دارم. آره،
دمیدن صبح را دوست می دارم، زیرا آن چون اظهار عشق نخستین مصفا، زیبای و پاکیزه و مبراست. از این رو زود برمیخیزم تا که از این نصیبه عالی بی نصیب نمانم. نوای باد با هماوازی پرنده ها سرودی زیبایی را برایم زمزمه می کند. این زمان خورشید هم سر کشیدن داشت. از پس کوههای آسمان بوس نور می دمید، نور امید، و عالم در نور می پیچید. آفتاب طلوع می کرد. شیرین بیکف پرسید: شعله آفتاب را می بینید؟ گفتم می بینم. باز پرسید: بار اول می بینید؟ همچنان پاسخ دادم: هر روز می بینم، ولی در راغون بار اول. حس کردم او روح گرفت. افتخار از آن داشت که به من شعله آفتاب را نشان می دهد. پولاد تالیس از یک صحبت ادبی میرزا ترسونزاده درباره کلاسیکان ما یادآور شده می نویسد: گفتن ممکن است آنها خزینه طبیعت را تماما غارت نمودند، چنانچه من می دانم که بدیل برآمد آفتاب را قریب 17 خیل تصویر می نماید. در شاهنامه شاعر بزرگ عبدالقاسم فردوسی 120 بار طلوع خورشید را تصویر کرده، ولی یکیش به دیگر مانند نیست. طلوع آفتاب راغون نه به 17 تصویری بدیل و نه به 120 تصویری فردوسی مانند نیست. آره، سال 365 بار آفتاب طلوع می کند، اما تکرار ندارد، زیرا ناتکرار است. عالم در نور و ضیا غرق بود. آهنگ نور و ضیا تنتنه داشت. بزرگترین کلمه قرآن لاستخفی لنهم از آیت 55 سوره نور می باشد و در آیت 35 همین سوره آمده: خدا به نور خود هر کی را خواهد راه می نماید. بله، به هر کی خواهد می دهد. بیشک نور خیرات را به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ارزانی داشت. اصلا راغون خیلی کهن بود. امام علی رحمان به آن جامه نو پوشاند. به قول سعدی شیرازی: کهن جامه خیش پیراستن، به از جامه عاریت خواستن. ظهور کهنه و نو نعره زد، شور افکند، از هستی خیش درک داد. راغون شکوه و شهامت نو یافت. راغون داستان شد. امام علی رحمان هم داستان گشت. بله، اقدام جسورانه و پیگیرانه پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان عاید سهم گذاشتن در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون بزرگترین و بی‌نظیرترین اقدام فرهنگی در تاریخ تاجیکستان است. این اقدام از آرمان‌های ملت تاجیک منشأ می‌گیرد. امام علی رحمان که در حل و فصل همه گونه مشکلات حیات جامعه همیشه با خیرت ازلی، عزم و اراده و پشتیبانی و دستگیری خلق خود تکیه می نماید. در سخنرانی خود در مراسمی به استفاده دادن خطهای انتقال برق بلند شدت 500 کیلووالته جنوب و شمال و 220 کیلووالته 29 نوامبر سال 2009 گفته بودند: ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که به شرافت همین خیرت ازلی مردممان از پراکندگی و پریشانی نجات یافتیم، سرجم شدیم و امروز با تکیه به همین نیروی بزرگ، یعنی خلق عزیزمان، به بنیاد انشاءات و ساختمان‌های عظیم و تقدیرساز دست زده‌ایم. از این رو اقدام پرزیدنت کشور یگان کس را بی‌طرف نماند. از خرد تا بزرگ این اقدام را همه جانبه طرفداری و دستگیری نمودند. دیگر خیل شدنش هم ممکن نبود، زیرا این اقدام مقصدی عالی بوده، از دل صاف و نیت نیک بهر آبادی وطن سرمنشأ گرفته است.
چنانی که شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب سروده است: حرف مهر از دل به دلها می رود، در رگ ناموس ها خون می شود. مقصدی عالی وطنداری که هست، می شود بنیاد راغون می شود. بله، این نوری بود که از دل جست و به دل نشست و گلی روی مردم شکفت و من در آن احسان شکفتن خود را دیدم. بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون امتحان بزرگ خودشناسی و خودآگاهی ملی بوده. حسی بلندی مسئولیت شناسی و وطن دوستی و وطن پرستی را تقاضا می کند. سهمگذاری به نیروگاه برقی آبی راغون قبل از همه حصه گذاری به آینده نیک، حیات آسایشته و زندگی شایسته هر یک شهروند جمهوری می باشد. راغون به علتهای جامعه ما چون محلگرایی، بخیلی و ناتوانبینی و امثال این ضربه زده، به کاخی بزرگی افتخار، ننگ و ناموس، وحدت و خودشناسی ملی پای دیوار استوار گذاشت. بله، راغون تکانی بزرگ شد به خودشناسی و وحدت ملی. بدخشی می گوید: راغون را به هر قیمتی که باشد باید بسازیم. راغون آینده ملت است. پس چرا پول نیابیم؟ میابیم و دریغ نمیداریم. خطلانی میگوید: فرهاد بهر اجرای شرطهای شیرین از کوهی بیستون جوی شیر آورد. پند آن است که کاری نیست که نمی شود گوییم، تنها خواهش و اراده لازم. ما آن را داریم، راغون را ساخته می توانیم. سغدی می گوید: می خواهند نمی خواهند، راغون را می سازیم. کسی باور ندارد از ما نیست و با ما نیست. مقصد والای پرزیدنت مردم را به اصل خود، یعنی به پاکی، سازندگی و استواری پایه های معنویات برگردانیدن است. تاجیکستان برای ما همچون خانه امید و بخشنده بخت و سعادت، مادری عزیز و مهربان می باشد. به هر ذره خاک و هر قطره آب آنچنان دل بسته ایم که به آن نمی توانیم خوشبخت باشیم. حسیات وطن دوستی این خود صداقت به وطن، سعی و کوششی به نفع وی خدمت کردن است. از این رو این مصرع‌های دلاشوب استاد غفار میرزا افاده‌گر مرام و مقصد مردمی تاجیک است. دل به غمی وطن فگار، من نکنم کی میکنم؟ جان به رهی وطن نثار، من نکنم کی میکنم؟ در بد و نیک او شریک، من نشوم کی میشود؟ حفظ و وفای او شعار، من نکنم کی میکنم؟ سرمهندس میخواهم درغات را بینم. از این خواهش من سرمهندس ساختمان نیروگاه راغون حکومت شاه شیرین بیکف به اضطراب آمد. حیران و شتاب زده گفتم: گپی بی‌معنی زدم. همچنان مضطر و پریشان به این کار سر جنباند و باز به لب مهر خاموشی زد. او را به من سردار ساختمان نیروگاه راغون سید امیر سیاه مردف شناس کرده بود. قبل از آن سیاه مرد را در حال ناگوار دریافتم. حجره بسیار روشن، چراغ‌ها فروزان بودند، اما او بی دماغ، سرد و جدی پس میز می نشست. لب‌های فشرده و رخساره‌هایش رنگ باخته بودند. می‌خواست حرفی زند، نمی‌توانست، مگر بغض گلویش را می‌گرفت. براستی دلم ته زد و دست و پا گم کردم. کجا دیگر صحبت؟ کجا دیگر سوال و جواب؟ هرچند حیرت زده به او می‌نگریستم، ولی او را خیلی خوب می‌فهمیدم. چقدر بار گران بر دوشش بار است.
تاب آوردن آسان نیست. آخر او هم آدم است. جانش از فولاد نیست گفت. دیگر یارای همچنان ایستادن نداشتم. بدون حرف پس گشتم و خواستم خارج از حجره شوم. کجا؟ عجیب که او به خود آمده از حالت قبلی آثار نمانده بود. در حالی که آثار شادی در چشمانش پدید می آمد، یک باره از جای برخاست و روی به من آورد. ولی یافتم اگر نه خودم را نمی بخشیدم. در حالت شرم و خجالت به زور لب به سخن گشادم. عذر، شما را ناراحت کردم. رفتیم. جدی گفت او و مرا نزد سرمهندس برد و با خنده خوشاب و نرمی گفت: شما را چند لحظه بیکار کردن ممکن است؟ آره، البته. هنوز چیزی را نفهمیده گفت صاحب حجره. وای مردی قامت بلندی شانپه، طرح روی برجسته داشت. مهمان آوردم. بچه‌اش، گفت او شوخی آمیز. سیاه مرد با لبخند شیرین علاوه کرد: باور دارم مهندس زبان مهندس را زود می‌یابد. آواز مرغوله شیرین بیکف در تقویت سیاه مرد به گوشم رسید. آره رئیس. سیاه مرد برای کار خواست و رفت. واقعاً سیاه مرد حق برآمد. زود اونس گرفتیم. قبل از صحبت شیرین بیکف با چهره نرم و مهربان و با شوق خطاب کرد: مهندس، نویسنده. برای صحبت را به مجرای دلخواه روان کردن پرسیدم: شما چه خیل مهندس شدید؟ آیا آرزوی کودکی بود؟ بله، جواب داد او و به قصه شرح حالش پرداخت. در تاجیکستان خوجند هست و شجند. خوجند شهر است در ولایت سوخت، همه می دانند. شجند ده است در ناحیه روشانی بدخشان، کم کسان می دانند. حکومتشاه 25 می سال 1942 در همین دهه در عائله دهقان به دنیا آمده. برای سواد آموختنش پیش از همه از پدر و مادر منتدار می باشد. پدرش شیرین بیک، مادرش ظریف ماه به اصرار بخوان پسرم می گفتند و کوشش می نمودند برایش شرایط فراهم آورند. در کودکی می دید که راننده ها کپوت ماشین را برداشته ساعتها جنب و جل می کردند. گاهی بلا زند گفته دست می افشاندند. حکومتشاه به خود می گفت: در کجا خواندن لازم باشد که ساز کردن ماشین را یاد گیرم؟ بعد به دهه آنها یک مرد آمد. چند روز چین و چاخ کرد و خریطه دهه بزرگ او را در یک ورق کاغذ جای داد. این به اکتمشاه بی نهایت معقول شد. آرزو کرد که مثل او می شود. از این رو از آن مرد پرسید: شما چی کسب دارید؟ من مهندسی گیدروملیوراسیا هستم، جواب داد مرد. مهندسی گیدروملیوراسیا می شوم. ته دل قرار داد او و باز پرسید: این کسب را در کجا می آموزند؟ اینستیتوت خواجگی قشلاق. سال 1959 حکومتشاه مکتب میانه را ختم کرده به استالین آباد آمد. حالا استالین آباد سال 1961 باز نام دوشنبه را گرفت. ولی کسی نداشت که او را راهنمایی کند. از چند کس در کجا بودن اینستیتوت خواجگی قشلاق را پرسید، ولی یک جواب را شنید: نمیدانم. یک جوان او را به تکنیکوم پلی تکنیکی که در بینای سابق آثارخانه جمهوریوی بود برد. تو مکتب را با بهای خوب و اعلا تمام کردی، گفتند به او. اگر دیگر فاکولتت را انتخاب کنی از کورس سیوم قبول میکنیم. نه، قطعی رد کرد حکومتشاه. تنها به فاکولتت گیدروملیوراسیا میخواهم. این فاکولتت امتیاز ندارد، باید 4 سال تحصیل بکنی. جواب او کوتاه و آرام و با اطمینان بود: میکنم. حکومتشاه شیرین بیکف سال 1979 به راغون آمد.
تا آمدن به قبل 100 بیابان را گلگشت کرد. نخست پس از ختم تکنیکوم در سیستم آبیاری بدخشان کار کرد. سپس به خدمت عسکری دعوت شد. خدمت وطن را 3 سال در ترکمنستان همچون ارتلریست ادا کرد. بعد در ساختمان گیس‌های شجند ناحیه روشان، ناحیه ونج، شهر خاروخ و نمدگوت ناحیه اشکاشیم زحمت کشید. سپس او را به ساختمان تونل دنقره روان کردند که در آنجا 5 سال فعالیت نمود. پس آن او ماه ینوری سال 1979 به راغون آمد. سال 1984 او را سردار ساختمان گیسی پامیر 1 تعیین کردند. پس از ساختمان باز به راغون برگشت. اما جنگ شهروندی او را مجبور کرد که به بدخشان رود و او با دلی پر از اندوه راغون را ترک کرد. در گیس پامیر 1 همچون مهندس به کار پرداخت. ولی آهسته آهسته وضعیت اقتصادی گیس وزنین شد. به چند نفر رخصتی بیمزد دادند. نام او هم به آن روی خط داخل شد. به دهه‌اش آمد ولی بیکار ایستاده نتوانست. پادبانی مال دهه را به عهده گرفت. روز وزنش را به عصا پرتافته گویا از عالم و آدم بی‌پروا پاده را نظاره می‌کرد. ولی دلش از غلیان حسرت به درد می آمد و در این خاموشی اسرارانگیز از خود می پرسید که اقبال وجود داشته باشد. اقبال من پست بوده است. چرا این خیله؟ اگر اقبال می داشتم در نامم خطا می رفت. پدر با 100 آرزو نامش را حکومتشاه گذاشت تا که کارمندی حکومت شود. اما کارمندی اداره شهادت نامدهی حرف ه را پرتافته حکومتشاه نوشت. ها، شاعر درست گفته است: زدانیش چه حاصل چو اقبال نیست، که نتوان تجارت اگر مال نیست. ماشینی با 60 گذشت و رشته اندیشه هایش را برکند. ماشین تخمیناً 300 متر رفت و سخت تارماز داده خفا گشت و در کنار راه ایستاد. مردی خوشقدی شانپه خوش لباس از آن پایین شد و خندان خندان به سوی او آمد. حکومتشاه حیران، حتی با اندک احتراس به او می نگریست. مرد نزدیکتر آمد و او کرخت شد. نخواد که او باشد. اشتباه می کنم؟ اینک او روبرویش. السلام علیکم حکومتشاه. خدایا، خوابم یا بیدار؟ بله، او خطا نکرده بود. این مرد رئیس شرکت برق تاجیک جوربیک نور محمد بود. حکومتشاه او را همچون متخصص دانا که همیشه خوشوقت و مسرور میگشت میشناخت. و علیکم برسلام، خوش آمدید. اضطراب نامعلومی تمام وجود او را فرا گرفت. باور نمیکنم. پس از سلام و حالپرسی گفت جوربیک: مگر این رویا؟ مگر این خواب؟ نه خواب است و نه رویا، حقیقت است. جوربیک با التفات بی‌حد دستی او را گرفته گفت: شما در اینجا چه گم کرده اید؟ من نو جایم را یافتم. نخواد؟ گفت جوربیک مهربانانه تبسم کرد. البته، جواب داد حکومتشاه. یک به اطراف نگاه کنید. زندگی چقدر زیباست. بله زیباست، راضی شد جوربیک و افزود: آن را باز هم زیباتر کردن لازم است. در شریان شما خونی گرم جاری است. پاده را سپاریده پگاه به دوشنبه بیایید. اگر نآیم چی؟ نخواد شما به این کار قادر باشید. جوربیک نور محمد او را با تبسم پیشواز گرفت. انا این گپی دیگر. براغون می روی؟ براغون؟ بله، با جان و دل. در صندوق سینه دلش به رقص آمد. سرداری دیرکس راغون زیارتشاه اشوروف سر تا پای او را از نظر گذراند و هیچ باور نداشت. آره، هنوز بی حرکت، حیران،
پرتعجب: مگر خواب؟ مگر رؤیا؟ و شما زنده اید؟ ها، از نو زنده شدم. وای، انگار در خود نمی گنجید. یک آه سبوکی کشید. با همان صدای آمیرانش که از هیجان می لرزید گفت: تشنم. چای دارم، گفت اشورف. شیرگرم است، ریزم؟ نه، آب وخش می خواهم. یک پیاله آب دریا را نوشید. واه، چه شد؟ گلی جانم شکفت. همه غم را گویا از شانه خود به وخش سپارید. شکر، هزاران بار شکر. قامتش راست شد. دلش چون وخش می خروشید و پرپر می زد. وی با یک احساس بسیار قوی باور دارد که چون صبح باصفا پرسعادت ترین روزهای راغون فرا رسیده است. از شنیدن حرف او نیروی تازه‌ای بر وجودم می دمید. اما اکنون در حیرت بودم که چرا خواهش من او را به این حال آورد. پی بردم. عمیق‌تر دریافتم که این روزهای سعید به عوض چقدر عذاب و اضطراب‌ها و ترس و تهلکه‌ها به دست آمده است. شاید خواهش من همین روزهای سیاه را در خاطرش زنده گرداند. اشتیاق بزرگی در ضمیرم تلاطم میکرد. میخواستم هرچی تیزتر سربند را ببینم. نه، تا سربند را نبینم آرام نمیگیرم. دیگر جای تأخیر و درنگ نبود که نبود. نهایت جرأت پیدا کرده پرسیدم: نمی رویم مگر؟ انگار به خود آمد و یک آه به دردی کشید و آهسته از جای برخاست و چند قدم روی حجره پس و پیش راه رفته، بعد روبرویم آمده ایستاد و یک ثانیه فکر کرد. سپس لب به سخن گشاد، اما نخست سرفه زد، گویا غشی در گلو داشت و در حالت اضطراب گفت: بعد نقل میکنم. درها سخنش را بریدم. شنیدن کی بود مانندی دیدن؟ گفتن. سراسیمه نشوید، گفت او و باز لب فرو بست. من بعد از کمی اندیشه: می رویم. گویان از جا برخواستم. مقابل نیستید؟ نه. با بی‌علاقگی پاسخ داد او. آه خدایا، هوش قریب از سرم می رفت. به زور در پا راست ایستادم. شیرین بیکف آهی به دردی کشید. لحظه گیج و گرنگ شدم. احساس کردم که در ضمیرم چیزی تکان خورد. آه خدایا، کجا آمدم؟ کجا؟ کاش گوش به شیرین بیکف می دادم. کاش به اینجا نمی آمدم. یا خدای بزرگ، به چشمانم باور نمی کنم. از درغات نام و نشانی نبود. باور می کنی یا نه خواننده عزیز؟ اما من هنوز هم باور نمی کنم. باور نمی کنم. گوشم مگر قلف زد که هیچ چیز نمی شنوم. آرامی همه جا را فرا گرفت. خاموشی بی انتها. نه تنها وخش، بلکه وقت هم گویا از حرکت باز استاد. آرام شو، آرام. کنجکاوی از حد زیاد هم خاصیت ندارد. خیال من این دم در عالم دیگر پرواز میکرد. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار هفتم.